سلام. خب دوستان، ما میخوایم الان بریم بازار نوروزی یکم خرید کنیم چون هیچی نداریم تو خونه. بریم سمنو، سنجد و سماق و اینجور چیزامونو بخریم، ببینیم چیا گیرمون میاد. میریم 2 تا مغازه ایرانی هستیم، ببینیم چه خبره. با ما هم همراه باشیم که بریم بتر کنیم. اینجا هم هدیه رو میبینید، هدیه هست و منم. اوه بهاره خانوم. بریم بتر کنیم. بای بای. بچه ما داشتیم حرف میزدیم که این دوتا اومدن جلوی ما وایسادن و بهاره اونجا جلوی ما گرفتن نذاشتن حرف بزنیم. In my home country, we have a scene S in our sofra. For example, apple. It starts with S, but you don't know about it, so just leave it. مثلا خرید کنیم، فقط این از چیزه، بقیهش خوردنیه. بچه تو شلوغ بود، این چند تا ماهی رو گرفتیم، امیدوارم که تا خونه نمیرن. گوگولیان اینم سبزم مونده، فقط کم مرده، بهش زیاد توجه نکنید. چرا زوم نمیشه؟ آها فقط 5 دقیقه مونده جلوی گوسفند. این برش خوبه ولی این برش جویده شده، یه گوسفند خوابیده روش. یه دونه بی خودی ازت بگیرم. ماهی بود، ماهی این ماهی امیدوارم که نمیرن. یکیشون این سفیده رو ببینید، زاله معلومه. آره یه زمون کله کسی خیلی زبر و سرنگیه، نمیومد مرده به زور برای من گرفتنش، چون من هر سال چش تلسکوپی میگیرم، الان چش تلسکوپی نداشتن دیگه. اینو به من دادن. نه اون که سفید داره یکم اسکوله. آره نگرانم فقط امسال پیسی بگیره. نگاش کن. نه باید داشته باشی. سبزه و اینمونو همه باید ببینن. آخه احتمالا الان بوده یاد داشتیم. دیدی گفتم میبینی؟ این همه جانش دارد. دوستان گرامی، ما داریم میریم یه دونه اینجا مغازه سیرکل کی. بیا سبز شد. داریم میریم همینجوری، به من گوش بدید. داریم میریم اونجا یه خواب آور بگیریم، برای فردا صبح بخواد بره سرکار، داره ما رو دیوونه میکنه. بخوره بگیره بخوابه. آخه شاتاش خیلی خوبه دیگه. به ما ربطی نه، ما نمیدونیم دیگه، خودش میدونه. من قشی رفتی، منم مجبورم. ما اصلا نمیذاره. آره اونها سیرکل کی. نه منم زیاد نمیخورم ولی امشب مجبورم. خیلی سرده. خب دوستان بهاره رو میبینید که میخواد تلاش کنه میخوام به ماهیات دست بزنم. میخواد به ماهیات دست بزنه، کسی هم کار نداشته بود. سوراخ شد. حالا نکردم. فقط مراقبش ماهی رو نندازی زمین و بعد آسیب هم با ناخون نگیریش. نه ناخونه
پس یکم خوشحال‌تر کن که سر بشه سکتاشون نمی خبر بیا میخوام مورد علاقت رو بیارم ای کوچولو اینو خود بچه تو آمشون پر دیشه دستم دیشی شد انه بمیرم 3 2 4 2 چیه؟ 1 چه اول یک شروع شمارش کوف آشنا نیستی خاک به سرم باباش ریخ چیشاش ریخ رو کابینتمون بچه ما شروع کردیم سفره هفتن رو چیدن این دوتا شم باید حذف کنن یه شم دیگه بیاد این شکلات ها باید به اون شکلات ها میشه فعلا تا همین حدیم سبزه داغون رو بعد الان کمش آب بدیم سکه و سیر سرکه سماق این سمنون کو سمنون رو بیار هم یادم رفت سیبم باید بگیرم خدافظ دوستان این شد سنجد ما اینم ماهی ها قشنگمون خیلی نانازنده خودش این سیاه کله سیاه خیلی خوشگله خیلی خوشحالم از اینکه این کله سیاه پیدا کردم تا زندگیم سیاه شده هنوز به این آب نداریم یه دونه آینه مونده من فردا اینا میرم دنبال آینه میگردم و بهتون نشون میدم آینه برای اینو شم دیگه نمیدونم چی سلام خب بچه صبح شده من دارم میرم یکم خرید خونه انجام بدم یکم سیب و اینجور چیزایی که برای سفره‌مون مونده رو بخرم خیلی سرده اصلا دوست نداشتم امروز بیام بیرون ولی دیگه مجبوریم بریم خریدامون رو کنیم اونجا میریم که یکم وسایل عیدی و اینجور چیزا بگیریم بریم بهتر کنیم